این واقعا باعث خوشحالیه که میتونم یه موتور 4 سیلندر 50 اسب بخاری رو با خیال راحت با پلاک ملی برونم و نگران این نباشم که هر لحظه ممکنه جلوم یه ترافیک مصنوعی ایجاد کنن تا موتورمو بخوابونم. میتونم بگم ورود ZX25R به بازار ایران یکی از نقاط عطف تاریخی موتور ما به حساب میاد، مخصوصا توی 30 سال گذشته. چون تا قبل از این موتور ما نمیتونستیم موتور 4 سیلندر رو با فلاک برونیم و بهترین موتوری که میتونستیم سوار بشیم یاماها آرتیری بوده که با اینکه موتور خیلی خوبیه اما هیچ وقت نمیتونه حس یه موتور 4 سیلندر رو بهتون منتقل کنه. اگه با خودتون فکر میکنید که سواری موتور 2 سیلندر و 4 سیلندر شبیه به همه، باید بگم سخت در اشتباهید. این موضوع هم زمانی میتونید دقیق درک کنید که هر دو تا موتور رو بتونید تجربه کنید. برای مثال من هم نینجا 2 سیلندر رو سوار شدم، هم ZX25R که شباهت خیلی زیادی با هم دیگه دارن از لحاظ ظاهر، ولی وقتی پشتشون بشید متوجه میشید که سواری ZX25R خیلی نرمتر و بهتر از نینجای 2 سیلندره. دیگه حالا 4 سیلندر بودن و صدای جیغ انجینش به کنار. وقتی داریم در مورد سواری موتورهای ریس صحبت میکنیم طبیعتا نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که موتورهای ریس سواری خیلی راحت و نرمی مثل موتورهای استریت و نیکد داشته باشن. طبیعتا وقتی شما این موتور رو توی شهر سوار بشید به خاطر استایل نشستنتون و فشاری که روی مچ دست و کمرتون هست خسته میشید. اما باید بدونید که این یه چیز ذاتی توی موتورهای ریسه و نمیشه اینو به عنوان یه ایراد برای این موتور به حساب آورد. وقتی این موتور رو توی اتوبان بزرگراه برونید اونجا متوجه میشید که این موتور ریس برای چه جایی ساخته شده. توی اتوبان بزرگراه شما یه سواری فوق‌العاده قرص و محکمی رو با ZX25 تجربه میکنید و از اون ور به خاطر فرمانپذیری و تقسیم وزن خوبی که روش شده کنترل عالی روی موتور دارید و هیچ نقصی نمیتونید توی این دو تا بخش بهش وارد کنید. زبان طراحی کاملا آشناست، جوری که اگر ZX رو از دور ببینید ممکنه اونو با داداش 2 سیلندرش اشتباه بگیرید، اما وقتی نزدیکتر میاید متوجه ابهت بیشتر ZX میشید. اضافه شدن ورودی سیستم رم به جلوی موتور، تغییر جایگاه آینه ها و شکل وینشیلد، وجود 4 خروجی هدرز، تغییر ظاهر اگزوز و البته رنگبندی و استیکر کشی بدنه فاکتورایی هستند که باعث میشه شما یه نینجای 4 سیلندر رو از یه نینجای 2 سیلندر قبل از روشن شدن تشخیص بدید. چون وقتی 4 سیلندر روشن بشه دیگه هیچ شباهتی به 2 سیلندر نداره. وقتی بشینی پشت این موتور رو جوری گاز بدی که دور موتور انجین تا 15500 دور بر دقیقه بالا بره، اونجاست که تو میتونی به حد اکثر قدرت این هیولا دست پیدا کنی، یعنی 50 اسب بخار قدرت. واسه رسیدن به نهایت گشتاورش هم دور 14500 دور بر دقیقه کافیه و توی اون دوره هم شما میتونید نزدیک 23 نیوتن متر گشتاور رو در اختیار داشته باشید. این عملکرد فوق‌العاده‌ای که از این موتور می‌بینید به خاطر انجینیه که کاوازاکی برای ZX25R طراحی کرده. این انجین یه انجین DOHC 4 سیلندر 16 سوپاپه که 4 تا انژکتور 30 میلیمتری جداگونه وظیفه سیر کردنش رو به عهده داره. چیزی که باعث میشه ZX25R به نسبت بقیه موتورهای 4 سیلندر حتی 600 سی سی و 1000 سی سی متفاوت بشه همین دور موتور خیلی بالاییه که داره. این موتور میتونه تا دور 18000 دور بر دقیقه گاز بخوره. اینجا رو ببینید، واقعا هیجان انگیزه. و نکته بعدی که باید در موردش بگم اینه که نیازی نیست به خاطر این قدرت بالا نگران هرزگردی چرخ عقب
یا مسائلی مثل لیز خوردنش توی جاهای خیس باشید، چون کاوازاکی برای این موتور یه سیستم ترکشن کنترل طراحی کرده که توی 3 حالت مختلف هم تنظیم میشه. اگر پشت بقیه موتورهای کاوازاکی سریای ZX نشسته باشید یا از بقیه شنیده باشید، این موتورها به خاطر سیستم رم ایری که کاوازاکی براشون طراحی کرده، موقع روندنشون یه صوتی رو از قسمت زیر فلاپ میشنوید که این همون صدای سیستم رم ایره. حالا بیاید با هم دیگه یه تاپ اسپید از این هیولا بگیریم. من سعی میکنم که هم توی تست تاپ اسپید و هم توی تست 0 تا 100 از کویک شیفترش استفاده کنم تا نحوه کار کردنش رو ببینید. کویک شیفتر همون سیستمیه که میذاره شما بدون اینکه کلاج بگیری و گاز رو ول کنی دنده بدی، که این خیلی برای موتورهای مسابقه‌ای کاربردیه. بریم یکم دیگه باهاش عشق بازی کنیم و خب اینم یه عشق‌بازی ریز با ZX تاپ اسپید نزدیم. میخوام همه دنده ها رو با هم دیگه پر کنیم تا بعد اکثر سرعتش برسیم. از دنده 1 شروع میکنیم. واقعا تو اون سرعت 180 تا خیلی استیبل بود. هیجانش اصلا یه جوریه که واقعا از توی ویدیو نمیتونید لمس کنید. حتما باید یه بار پشتش بشینید. با اینکه با موتور تقریبا سنگین 182 کیلوگرمی طرفیم، اما کاوازاکی برای ترمز جلوی این موتور فقط از یه دیسکو کالیپر استفاده کرده و همین مسئله باعث میشه تا زمانی که پشت این موتور نشینید دلیل این اتفاق رو نفهمید. شاید با خودتون بگید که چرا باید روی موتوری که وزنش اینقدر از اون هم قدرت زیادی داره فقط یه دیسک توی قسمت جلو وجود داشته باشه، ولی خب الان با این تستی که من میگیرم متوجه میشید داستانو. عملکرد ترمزاش واقعا خوبه، یه جوری که اصلا احساس ضعفی توی قسمت ترمز ندارید. من یه بار یه تستشو بگیرم. از اون ور سیستم ABS هم روی این موتور فعاله که نگرانی از بابت لیز خوردن موتور در زمان ترمزگیری نداشته باشید. حالا جلوتر میریم برای
یه تست خیلی خفن از شتاب 0 تا 100 ZX25 R تا ببینیم چند مرده حلاجه. خب من توی این تستم از کویک شیفتر استفاده میکنم، پس نگاه کنید و لذت ببرید. 3 2 1 شتاب فوق‌العاده‌ای داره. تقسیم 250 سی سی حجم انجین به 4 سیلندر اصلا کار شوخی برداری نیست. این موضوع رو وقتی میتونی بهتر متوجه بشی که انجین‌های 4 سیلندر خطی رو با انجین‌های 2 سیلندر خطی مقایسه کنی. توی انجین‌های 250 2 سیلندر ما 2 تا سیلندر داریم که حجم هر کدومش 125 سی سیه. تعداد سوپاپا به ازای هر سیلندر 4 تاست که در مجموع میشه 8 تا و هر سیلندر واسه خودش یه شمع جداگونه داره که در مجموع میشه 2 تا شمع. توی انجین‌های 4 سیلندر 250 خطی قضیه خیلی فرق داره. اینجا ما 4 تا سیلندر داریم که حجم هر کدومش 62.5 سی سیه. تعداد سوپاپا به 16 عدد و تعداد شمعان به 4 عدد افزایش پیدا میکنه. طبیعتا وقتی تعداد سیلندرها بیشتر میشه و اندازه اونا کوچیک‌تر میشه، ما با یه انجین شلوغ پلوغ‌تری طرفیم. انگار یه ساعت سوئیسی خیلی ظریف و جلوتون گذاشتن. به هر حال از مقایسه بین انجین‌های 4 سیلندر خطی و 2 سیلندر خطی که حجمشون 250 ما با یه نتیجه‌ای میرسیم. اینکه هزینه ساخت انجین‌های 4 سیلندر خطی بالاتره، تعداد قطعات بیشتری توی ساخت اونا دخیل هستن و در نتیجه هزینه نگهداری اونا بالاتر میره. اما کل تفاوت این دوتا انجین به این داستان خلاصه نمیشه. توی 10-20 سال گذشته کمپانی‌های موتورساز خیلی زیادی اومدن انجین‌های 2 سیلندر خطیشون رو جایگزین انجین‌های 4 سیلندر خطیشون کردن که دلیلش به این مسئله مهمی برمیگرده که در ادامه ویدیو بهش اشاره میکنم. بذارید یه مثال براتون بزنم. توی انجین‌های 2 سیلندر موتور ما با سرعت 10,000 دور بر دقیقه کار میکنه و ما 2 بار احتراق کامل رو توی 2 دور انجین داریم. نتیجه این داستان میشه 10,000 احتراق کامل در هر دقیقه. توی انجین‌های 4 سیلندر قضیه خیلی متفاوته. توی این انجینا موتور ما با سرعت 18,000 دور بر دقیقه کار میکنه و ما 4 بار احتراق کامل رو به ازای 2 دور کارکرد انجین داریم. نتیجه این داستان میشه 36,000 احتراق کامل در هر دقیقه که این عدد نشون میده انجین‌های 4 سیلندر خطی حرارت خیلی بالاتر و استهلاک بالاتری به نسبت انجین‌های 2 سیلندر خطی دارن. وقتی تمام این مسائل رو در کنار همدیگه میذاریم به نتیجه میرسیم که اکثر کمپانی‌های موتورساز بزرگ دنیا رسیدن. اینکه تو تولید انجین‌های با حجم کمتر از 600 سی سی انجین‌های 2 سیلندر رو جایگزین انجین‌های 4 سیلندر بکنن و این دقیقاً همون نتیجه‌ایه که من اصلاً ازش خوشم نمیاد. تو اکثر کشورهای پیشرفته دنیا محدودیتی برای قانونی بودن موتورهای 4 زمانه وجود نداره و به همین دلیل خیلی واسه تجربه کردن موتورهای 4 سیلندر سراغ مدل‌های کم حجم نمیرن، چون هم از لحاظ قیمتی به صرفه نیستن و هم دیگه شرکت‌های زیادی وجود ندارن که موتورهای کم حجم رو با انجین 4 سیلندر عرضه کنن. ZX25R یه سوپربایک 250 سی سی واسه بازار آسیایی و البته کشورهای مثل ایرانه که محدودیت حجمی گریبان موتورسواراشو گرفته و نمیتونن موتورهای 4 سیلندر بالای 250 رو با خیال راحت سوار بشن.
پس اگه واسه خریدنش جیبت خالی نیست، یک لحظه هم حس فوق‌العاده سوپربایک 4 سیلندر رو از دست نده.